یک برادر پرسیده است که آیا حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام زنده است یا وفات کرده است؟ جمهور علما بر این اتفاق دارند که حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام پیغمبر هست. البته در این اختلاف است که نبی هست یا رسول. خداوند متعال در قرآن کریم در سوره کهف، سوره‌ای که هر روز جمعه خواندن آن بسیار فضیلت دارد، کسی که روز جمعه سوره کهف را خواند تا جمعه آینده الله تعالی این انسان را در نورش حفاظت میکند. در سوره کهف حکایه حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام با حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام ذکر شده است. وقتی که حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام را در مجمع البحرین حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام ملاقات کرد، حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام اراده کرد، درخواست کرد که در این سفر من را شریک بگیره. ما تمام حکایه را کردنی نیستیم. در اونجا یک سخن حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام است که دلالت میکند بر پیغمبر بودنش. وقتی که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام از کرده های حضرت خضر اعتراض کرد که چرا این کار را کردی، در آخر فرمود که و ما فعلته عن امری، این کارها را من از پیش دستی خودم نکردم، یعنی اینها به ذریعه وحی به من آمدن، از جانب خدا هست. امام نووی رحمت الله علیه شارح صحیح مسلم در مسئله این که آیا حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام زنده است یا مرده می فرماید که جمهور علمای این امت بر این اتفاق دارند که حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام زنده هست، مگر یک طایفه خرد از محدثین میگویند که اون وفات کرده است. در پیش دست این طایفه که میگویند که وفات کرده است حضرت امام بخاری رحمت الله علیه است. گروهی که حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام را مرده میگویند یک چند دلیل پیش میکنند، البته دلیل های اونها بر وفات حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام صریح نیستند. اونها از همون احادیث گویا خودشان اجتهاد کردند که همین حدیث ها دلالت میکنند که حضرت خضر وفات کرده باشد. مثلا یک وقت حضرت عمر رضی الله عنه در کوچه های مدینه میگشت، از یک یهودی یک نوشته تورات را به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آورد. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این کرده حضرت عمر رضی الله عنه ناراضی شد، خوشنود نشد، آثاری ناخشنودی در چهره مبارکش هویدا شد و فرمود که عمر، اگر موسی زنده باشد برای موسی بجز پیروی من دیگر راه اختیار داده نمی شود، اون دیگر گنجایش ندارد که به این تورات عمل کند، حتما موسی از دین من پیروی میکند، چه جایی که تورات تحریف شده اون هست. از همین حدیث
استدلال میکنند که اگر حضرت خضر هم زنده میشد حتما از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیروی میکرد. البته این استدلال اونها هست، گفتیم که صراحتاً به وفات حضرت خضر دلالت نمیکند، لفظ حضرت خضر هم در اینجا وجود ندارد. درباره این که حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام با رسول خدا صلی الله علیه و سلم ملاقات نکرده باشد هم چیزی وجود ندارد. غیر از این یک چیز را فراموش نکنیم که پیغمبرها دو نمود می شوند، یک پیغمبری تکوینی می شود، یک پیغمبری تشریعی می شود. پیغمبری تکوینی پیغمبری را می گویند که اون وابسته به گردش دنیا هست. پیغمبری تشریعی اون پیغمبری را می گویند که اون وابسته به احکام الهی است. حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام بالاتفاق این پیغمبری تکوینی هست، پیغمبری تشریعی نیست. و همچنانه که حدیث دلالت نمی کند بر نآمدنش، امکان دارد که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم ملاقات کرده باشد. حدیث دیگری که برای وفاتش استدلال میکنن این است که در غزوه بدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که پروردگارا، اگر این طایفه که امروز در این میدان با کفار روبرو هستند هلاک شوند، پس در روی زمین کسی دیگر نیست که تو را عبادت کند. میفرمایند که اگر خضر زنده می بود، این گفته رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه معنا دارد که در روی زمین دیگر کسی نیست که تو را عبادت کند؟ جوابش این است که حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام چنان که از سوره کهف نمودار می شود جایش زمین نیست، جای سکونتش بحرها است. بنابراین این با این گفته رسول خدا صلی الله علیه و سلم کدام منافات و ضدیت ندارد. به هر حال باز دلایل دیگر هم دارند، از جمله حدیثی که ما من نفس منفوست، هیچ انسانی نه هیچ چیزی نفس کش نیست که از این تا 100 سال بعد زنده باشد. بنابراین یک عده از علما از جمله میل حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه در فتح الباری این هست که تا 100 سال بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت خضر زنده بود. از جمله کسانی که با حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام ملاقات میکردند، عمر ثانی خلیفه عادل دیگر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه است. اگر خطا نکنم حافظ ابن حجر عسقلانی در فتح الباری با سندهای صحیح با سندهای حسن میارد که حضرت عمر ابن عبدالعزیز با حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام ملاقات میکرد. از جمله یک شخصی یک روز میبیند که کسی با حضرت عمر ابن عبدالعزیز داخل مسجد میشود. این شخص هم از پشت اونها میبیند که اون شخص نیست. عرض میکند که کسی را همراه شما دیدم. گفت حضرت عمر که آیا دیدی اون را؟ عمر ابن عبدالعزیز گفت بله. گفت گمان میکنم که تو هم مرد نیکو باشی. کسی را که دیدی اون خضر بود. ذاک اخی الخضر، این برادرم خضر بود. به نزد من آمد گفت که انک ستلی امر هذه الامه و ستعدل، سردار مسلمان ها میشوی و عدالت را جاری میکنی. در بعض روایات می آید که حضرت علی رضی الله عنه هم کسی را دید که چنگ به پرده های کعبه زده و دعا میکند. بسیار دعای عجیب، وقتش هم کم هست. به هر حال حضرت علی رضی الله عنه می فرماید که این دعا را میکنی
میفرماید که بله تو هم این دعا را بکن. قسم به آن ذاتی که نفس خضر در ید قدرت اوست، اگر این دعا را کنی هر چند که گناه داشته باشی خدا گناهانت را میبخشد. و دیدن حضرت خضر علی نبینا و علیه الصلاة و السلام و ملاقات اون با اهل صلاح، این از جمله اموری هست که جمهور این امت بر این اتفاق دارند. بنابراین رأی جمهور علما و رأی صحیح و قابل قبول در نزد اکثر علما و چیزی که بنده هم همون رأی را قبول دارم این هست که حضرت خضر علی نبینا و علیه الصلاة و السلام زنده هست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.